هلو بچه ها، خوش اومدین به چنل من. اول یه توضیح کوچیکی راجع به هاوایی بهتون بدم، بعدش با هم بریم هاوایی. خب اینجا هاوایی 8 جزیره داره، یعنی در کل 137 جزیره است که فقط 6 تاش در دسترس توریستا هست و به اونجا پرواز وجود داره و اون دوتای دیگه فقط افراد خاصی میتونن واردش بشن. الان ما نیویورکیم، فرودگاه JFK داریم میریم هانالولو همون کانکشنیه که ما رو میبره ماوی. هانالولو هم یکی از جزیره هاست ولی ما میخوایم جزیره ماوی ببینیم. فرودگاهش خلوت. فرودگاهش بامزه است. بهتر از مال ما خودمونه. آره کیوته، ظالمه. کفتره دم خونم گردنبند داری؟ واو Life vest will be distributed. For operation of the infant life vest, please refer to the safety briefing card. ما بالاخره بعد 18 ساعت تو هوا بودن و فرودگاه بودن رسیدیم ماوی. که هم میدونن ماوی کجاست؟ اونا که کارتون موانا رو دیدن. من که خودم واقعا عاشقشم، که دلیلی که اومدم این جزیره رو ببینم مونه. وای بچه ها، بالاخره رسیدیم ریزورتمون، رفتیم وسایلمون رو گذاشتیم. الان ما اومدیم دور و بر ریزورت بچرخیم، بیچمون رو ببینیم. واقعا خوشگله، انقدر خوشگله، فرشه که اصلا نمیتونم بگم. ما داریم میریم ریزورت بغلی که از بیچمون استفاده بکنیم. تو ماوی ریزورت ها اکثرا به هم دیگه وصلن. از طریق این مسیرهای پیاده روی شما میتونید برین از بیچ اونا کاملا رایگان استفاده بکنید. تمیز رو ببین، زمین رو ببین چقدر تمیزه. باورم نمیشه، اصلا یه دونه آشغال نمیدیدم من اونجا. anyway اینجا که ما هستیم اسمش کاناپالیه، یکی از توریستی ترین منطقه هاییه که تو ماوی وجود داره. ولی یه منطقه دیگه هم هست بهش میگم وایلیا. اونجا یه ذره چیل تره، به درد سنایی بالاتر میخوره، خیلی خلوت تره. ولی حالا چرا ما داریم 10 دقیقه از ریزورتمون میریم تا اینجا؟ حالا ویدیوهای بعدی میفهمیم. ما رسیدیم اینجا، اسمش بلک راک بیچه. چرا اومدیم اینجا؟ به خاطر که این آقا بره از اون راکا، اون صخره ها بپره پایین. حالا من فکر میکنم مثل چی ترسیده، چون نمیپره. میگه 5 دقیقه دیگه میپرم. اوکی 5 دقیقه دیگه میپره، ولی ارتفاعش واقعا زیاده. من نمیدونم چجوری میخواد بپره. اوکی مثل که واقعا میخواد بپره. بیا دیگه، ای 2 دقیقه بابا بپر دیگه. ای بابا، آی بالاخره پریم. وای خیلی ارتفاعش زیاده. خوش بشه سب کن. این پاشاه مثل ماهی میمونه. چجوری اینقدر زیر آب موندی؟ نگاه کنید. کجا رفت؟ من میترسم.
و دیگه خسته شدیم برگردیم ریزورتمون. تا همین 1 دقیقه پیش آفتاب بود، الان داره بارون میاد و فکر کنم که آفتاب و بارون با همه کلن هوایی همین شکلیه، یه لحظه بارون میاد یه لحظه آفتاب میشه اصلا، ولی بارونش هم نایسه. با اوکی ما برگشتیم اتاقمون، اینم ویو اتاقمونه. حالا میخوایم بریم بستنیای معروف هاوایی رو بخوریم. الان میخوایم بریم به سمت منطقه کیه. سمت کیه لوکالاشون زندگی میکنن، رستوران خیلی خوبی داره و بیشتر فود مارکتاش اون سمته. به این بستنی هم میگن شیو آیس، روش سیروپ انبه و نارگیل میاد، حتی سیروپاش هم واقعا اصاره خود انبه و نارگیله، شکرش هم از شهد نیشکر میاد، واقعا خوشمزه بودن. وای کوسه خب دیگه الان ساعت 7 شبه، ما دیگه کم کم برمیگردیم سمت ریزورتمون، چون که کلا هاوایی ساعت 8 شب که میشه اکثر رستوران ها بستن، فقط یه سری از رستوران ها بازن و کلا شهر ارواح میشه دیگه، کلا تاریک و امروز داریم میریم به سمت وایلیا یکی از منطقه‌های خیلی خوبه معویه که توش پر رستوران و ریزورت‌های خیلی خوبه و مغازه‌های خیلی خوبه، ولی ما رفتیم اینجا که بریم مکنو بیچ رو ببینیم. از اونجایی که آقای ما خیلی تنبله و دوست داره همجا با ماشین بره، ما فقط از جلوی بیچ رد شدیم، نتونستیم که بریم اونجاهای قشنگش رو ببینیم، فقط با ماشین رد شدیم از اونجا. اینم از ویو، ولی اشکال نداره، ما عوضش میریم فروت مارکت چون که میخوایم میوه‌های هاوایی رو امتحان کنیم. من خیلی وقت پیش شنیده بودم که میوه‌های هاوایی خیلی خوشمزه‌ن و کلا مزه‌اش با بقیه جا فرق داره، مخصوصا انبه و نارگیل و آناناسش و آووکادوش. حالا ما اینا رو گرفتیم میخوایم تست کنیم. قیافش شبیه جاهای دیگه است ولی مزه‌اش الان میخوایم یه میکسه. ببین این سیب نه این سیب و منگو. سب کن. Oh my god. و منگوش. واو. انگار داری پاستیل می‌خوری. بگو نگو. ببین. واو. گوشم منگوشی. ببین یه لحظه. موزه‌شون رو امتحان کنیم. قیافش کلا نمی‌خوره.
ما داریم میریم سمت نینجا فروت. نینجا فروت یه آیسکریم تراکه که توی ماوی خیلی معروفه و میکس بستنی با میوه است، میوه خداوایی. بریم ببینیم که واقعا ارزش داره که این همه راه واسش بریم، به خاطر اینکه این آیسکریم تراکه فقط یه روزای خاصی میاد و کلاً 1 ساعت یا 2 ساعت هم بیشتر نیستش. ما داشتیم میرفتیم تو راه، دیدیم که یه سری آدم کنار دریا وایسادن و با دوربین دارن زل میزنن به دریا و من گفتم که من میخوام پیاده شم ببینم اینجا چه خبره. رفتم دیدم که یه عالمه دلفین با یه عالمه وید اینجوری دارن میپرن هوا، مردم هم دارن زوف میکنن. خیلی جالب بود برام، ولی مثل این که اینا فقط یه جاهای خاصی میان که مردم میان اونجا وای میستن. این هم از نینجا فروت، ولی اصلا اونجوری که تعریف میکردن نبود. ما الان داریم میریم سمت لاهاینا. لاهاینا یکی از منطقه‌های تاریخی و خیلی معروف ماوی بوده که سال 2023 آتیش میگیره که میگن بر اثر خشکسالی و طوفان بوده، ولی هوایی همش بارون میاد. نمیدونم خشکسالی منظورشون چی بوده، حالا خدا میدونه پشت این داستان چیه. ولی این بنده خدا اینا که خونه‌هاشون آتیش گرفته همشون توی ون کنار دریا میخوابن، اصلا زندگی نمیفهمم. و این همینجور تیکه های ماشینا و تیکه های خونه ها این ور اون ور. برگشتیم ریزورت خودمون که اینجا چیل کنیم، آناناسمون رو بخوریم. آناناسمون یادمون رفت از صبح بخوریم. وای نمیگی مثل دوبه یا اومدن ریسپند داری؟ داری یاد میگی که چجوری ببری یاد. Nowadays you can certainly buy your pineapples all cut up and ready to go. But I'm going to tell you, buying a fresh whole pineapple is not only going to taste better, it's going to save you some money as well. So I'm going to show you the easiest way to cut a pineapple. First thing you're going to do is lie the pineapple down on its side. Using a nice sharp knife, you want to cut off the top and the bottom of the pineapple. قسمت از فیوریت پارت من بود که میمدم از ساعت 6 به بعد میشستم و غروب آفتاب میدیدم. بعدش هم که چون رستوران ها کلا تا ساعت 8 شب بیشتر باز نبودن، بعدش میرفتیم شام بخوریم و بعدش میرفتیم اتاقمون، چون دیگه کار دیگه نبود بکنیم. بچه‌ها لایک و سابسکرایب بهتون نره تا پارت دوم این ویدیو هوایی. فعلا بای.